در این روزهای بعد زمستان یک فامیل است به سر کوچک خود روان کرده ساعت 5 بجه صبح دلای یک پیران تنبان که تو برو برای ما فقط یک نان بیار برای نان چای صبح. رفته تا 11 بجه استاد شده نتانسته که نان بیاره. وقتی خانه آمده از طرف پدر و مادر لط شده که تو یک نان آورده نتونستی. صبح برادره که دیگر کار خوارکش روان کرده، اونا هم از 5 بجه صبح رفتن تا 11 بجه نتونستن نان به دست بیارن و فکر کردن که اگر خانه بریم زیر لط میفتیم. در پالوی خانه همسایه تایق برف در گل و لای در زیر هوای سرد زمستان نشستن جانشان برآمدن. 2 دانه طفل معصوم. او کجا کافر است بگوین برای من؟ او چی گناه کرده؟ هنوز بوی شیر از دانش بیرون میپره.